شما به کانال یوتیوب من خوش آمدید. اسم من محمد رضا عنایتیه و امروز میخوام در مورد یه سری علائم، ایرادات و عیب‌یابی‌های اولیه صحبت کنم که شما به عنوان مالک میتونید انجام بدید و زمان و پولتون رو وقتی که با یک ایراد در سیستم خنک کننده موتور خودتون مواجه میشید هدر ندید. معمولا مالکین زمانی متوجه ایراد در سیستم های خنک کننده خودشون میشن که یک جوش آوردنی برای اون موتور اتفاق میفته و بعضی وقتا برای نجات اون موتور خیلی دیر شده. ولی این خیلی بعیده که یک ایراد در سیستم خنک کننده باعث جوش آوردن و اشکال و خرابی ناگهانی موتور بشه و معمولا ایرادات از یک اشکال کوچیک شروع میشن و به یک دردسر بزرگ تبدیل میشن. در اینجا من این ایرادات اولیه کوچیک ولی قابل توجه رو براتون لیست کردم. یکی از مشکلات عمده سیستم‌های خنک کننده مشکل نشتی هست. یک نشتی ممکنه از هر جای سیستم اتفاق بیفته و دلایل مختلفی داشته باشه، ولی معمولا اونها از یک تبخیر مستتر شروع میشن و کم کم خودشون رو به شکل کاهش چشمگیر سطح مایع خنک کننده در سیستم نشون میدن. حالا همونطور که گفتم یک نشتی ممکنه در هر جای سیستم اتفاق بیفته، ولی دلیل اصلی اونها آب بندی نامناسب هست. پس اگه شما یا یک تعمیرکار قصد پیدا کردن محل نشتی رو داره، بهترین کار اینه که اطراف اتصالات مثل اطراف واتر پمپ، محفظه ترموستات، انتهای لوله ها و جنت ها رو کنترل کنه. ولی تعمیرکارها میتونن از ابزارهای مخصوصی استفاده کنن که جای درب رادیاتور یا منبع بساط بسته میشه و از طریق اونها میتونن سیستم رو تحت فشار قرار بدن تا نشتی تشدید پیدا کنه و محل نشتی زودتر پیدا بشه، و یا از رنگ های مخصوصی استفاده کنن که توسط اونها بتونن با عینک های یووی محل نشتی رو ببینن. ولی حتی با استفاده از این تجهیزات و روش ها هم در بعضی از موارد پیدا کردن محل نشتی میتونه یک چالشی برای یک تعمیرکار با تجربه باشه. برای مثال بخاری زیر داشبورد ممکنه دچار نشتی شده باشه و یا نشتی از محلی اتفاق بیفته که قابل دیدن نیست و در فاصله دورتری خودش رو نشون بده، ولی در بسیاری از موارد مالکین میتونن خودشون به سادگی محل نشتی رو پیدا کنن. اگه لازم باشه شما میتونید درست بعد از اینکه خودرو خاموش شد دستمال کاغذی هایی رو اطراف اتصالات ببندید و صبح روز بعد اثرات نشتی رو روی اونها بررسی کنید، ولی یادتون نره که این دستمال های قابل اشتعال رو قبل از استارت دوباره خودرو از محفظه موتور خارج کنید. مشکل عمده دیگه سیستم های خنک کننده تجمع مواد روی سطوح داخلی و خارجی سیستم هست. به عنوان مثال حشرات مرده روی پره های رادیاتور میتونن مسیر هوا و عبور هوا رو مسدود کنند که باعث کاهش چشمگیر ظرفیت خنک کنندگی رادیاتور میشه، و یا تشکیل و شکل گرفتن جرم و رسوبات روی سطوح داخلی سیستم میتونه باعث کاهش انتقال حرارت بین سطوح فلزی و مایع خنک کننده بشه. ولی بزرگترین مشکلی که این مواد خارجی میتونن ایجاد کنن اون انسداد بالقوه‌ای هست که میتونن باعث بشن، چون که بیشتر مسیرهای سیستم خنک کننده جایگزینی براشون وجود نداره و انسداد اونها میتونه برای موتور فاجعه بار باشه. ولی در مورد این موضوع در صورتی که شما دستورات ذکر شده در کتابچه راهنمای خودتون رو به صورت اختصاصی و توصیه‌های ذکر شده در این ویدیو رو به صورت عمومی رعایت کنید، میتونید از بسیاری از این مشکلات پرهیز و دوری کنید. ایراد و مشکل دیگه سیستم‌های خنک کننده خرابی اجزا و قطعات فعال اون مثل ترموستات، درب رادیاتور، واتر پمپ و فن خنک کننده هست. به هر حال مسلماً این قطعات فعال برای همیشه نمیتونن کار کنن و حتی قطعات یدکی که جایگزین اونها میشن ممکنه اون عملکرد مطلوب و مورد نظر رو از خودشون نشون ندن و در بسیاری موارد خرابی اونها میتونه باعث مشکلات زیاد و بزرگی برای سیستم خنک کننده و موتور بشه. حتی عیب‌یابی و تشخیص خرابی اونها هم ممکنه به این سادگی نباشه. برای مثال یک ترموستات ممکنه سالم باشه ولی یک جسم خارجی باعث بازموندن یا بسته موندن اون بشه، و یا فن خنک کننده ممکنه در صورتی که سنسور دمای مایع خنک کننده، رله یا سیمکشی سیستم مشکل داشته باشه به نظر ایراد داشته باشه. و در نهایت آخرین و البته یکی از مهمترین عوامل خرابی و ایراد در سیستم‌های خنک کننده انجام سرویس ها و تعمیرات نادرست هست. هر گونه انجام سرویس و تعمیر و نصب نادرست برای سیستم‌های خنک کننده میتونه باعث ایراد در اونها بشه. برای مثال حباب‌های هوایی که حین ریختن مایع خنک کننده در داخل سیستم به وجود میان و گیر میافتند میتونن باعث مخابره اشتباه دما توسط سنسور و شکل گرفتن نقاط داغ در قسمت سرسیلن بشن، چون این حباب‌ها عملاً به صورت عایق عمل میکنن و حتی میتونن بر روی عملکرد واتر پمپ هم تاثیر بذارن. همینطور نصب نادرست واشر سرسیلن میتونه خیلی زود باعث جوش آوردن اون موتور بشه. در مورد واشر سرسیلن شما لازمه
لازمه بدونید که این قطعه واسطه‌ای هست بین بلوک سیلندر و سرسیلندر و روی اون سوراخ‌های زیادی وجود داره که روغن و مایع خنک کننده از داخل اونها جریان پیدا می‌کنند. بنابراین یک واشر سرسیلندر معیوب میتونه علائم متفاوتی داشته باشه، در صورتی که واشر بین محفظه احتراق و راهگاه‌های روغن مشکل داشته باشند، دود حاصل از احتراق تحت فشار وارد بلوک سیلندر میشه و اگه واشر بین محفظه احتراق و راهگاه‌های مایع خنک کننده ایراد داشته باشند، شما میتونید زمانی که موتور در دمای نرمال کارکردش هست حباب‌های دود رو توی رادیاتور ببینید و جندهای اتصال هم اصطلاحاً حالت بادکنکی پیدا میکنند و موتور مرتب جوش میاره و شما با مشکل تبخیر دائم مایع خنک کننده روبرو میشید. و در صورتی که واشر بین راهگاه‌های مایع خنک کننده و روغن مناسب نباشه، شما میتونید روغن رو توی آب رادیاتور یا آب و ضد یخ رو توی موتور پیدا کنید که عموماً به شکل کف یا مایع شیری رنگ خودش رو نشون میده. در این خصوص توجه داشته باشید که اثر مختصر روغن شیری رنگ زیر درب پر کردن روغن موتور لزوما نشون دهنده واشر سرسیلندر معیوب نیست، به خصوص در شرایط زمستونی و مرطوب که میعان بخار آب در داخل بلوک سیلندر اصولا اتفاق میفته و معمولا بعد از چند دقیقه کارکرد موتور اثرش از بین میره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و ارزش وقت گرانبهایی که صرف دیدن اون کردید و داشته بوده باشه. اگه دوست داشتید میتونید عضو کانال من بشید و در این صورت آیکون زنگ رو فعال نگه دارید تا در صورتی که من ویدیوی جدید بارگذاری کردم زودتر متوجه بشید. سالم و پیروز باشید.